بر بهترین حروف دل ارزنده ها سلام. بر مهرنامه های ما زیبنده ها سلام. سر بر هزار کوی در افکنده ها سلام. السلام علیکم. خب خداوند برایتان ایمان شکست ناپذیر، خلق خوب و بی‌نظیر، قلب شکرگزار، زبان ذکر کننده، عمری با خیر و سخا و خاندان آباد، آخرت با صفا را تمنا میکنم. در کارهایتان آمد، در کیسه هایتان درآمد، در روزگارتان برکت، در خانه هایتان تینجی و سعادت تمنا میکنم. یک بار دیگر السلام علیکم. انا ماه اول تیر ماه را هم نصف کردیم. امروز 14 واقعا صدای کامپیوتر من بلند است که خلل وارد کرده است. اکنون حرف میزنیم. امروز 14 است، پگاه 15. اگر پیران روزگار در خاطر داشته باشند، البته که در خاطر دارند، بر جوانان آدرس کردنی هستم. 15 سپتامبر که شد، در جنوب وطن عزیزمان علاکه شمال میزان خورد گفته آن سبزوات و میوجات زمستانه را سرجم آوردند، جمع کردند برای زمستان گذرانی. در شمال وطن در ولایت سوخت ما بعد 22 سپتامبر بود. من چرا از میزان میگویم؟ شمال میزان که وزید علاکه میگفتند میوه و سبزوات در زمستان خوب می ایستد. با این گفتار گفتنی هستم با این خاطر رسان کنه که دسترخوانتان زمستان و بهار پر از فیض و فراوانی باشد. دائما تینجی و امانی در خاندان همه شما حکم فرما باشد. با چنین نیت های نیک برنامه امروزه پرنده های مهاجر را حسن آغاز بخشیدم. امروز موضوع خیلی دامنه دار است و موضوع هم با طلب زمان همین موضوع است. هم داغ روز هم گفتن ممکن است، هم راه روز هم گفتن ممکن است که یک راه روشن کننده باشد اگر این موضوع را کاملا درک کنیم، خوب مطرح کنیم و درک کنند شنوندگان عزیز که ما در چه بابت حرف زده کدام راه را برای شما روشن کردنی هستیم. میگویند که مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. این مشورت است. میتوانید در این مشورت شرکت کنید. خب کدام موضوع این است که مگر شهر هجرت، مگر سمت هجرت فقط شهر روس تاجیکان را زبان روسی می آموزانند. سران کشورمان هم مقامات ها هم همواره کوشش میکنند که خوب راه اندازی کنند آموزش زبان روسی را. گویا همگان را آماده میکنند که با ملک روس خدمت کنند. گویا مرد کار تیار میکرده باشد. گاه در رسانه های خبری خصوصا در رسانه خاور حتی شرح میدهند که به خاطر عذاب نکشیدن مهاجران زبان روسی را راه اندازی کردیم. عجب این است که در یک کشوری که تاجیکان را نه اونقدر خوش می‌دارند، در یک کشوری که مردمش فطرتاً خصلتی عجیب دارند که غیر هم ملتان خود دیگر ملت‌ها را در زینه‌های دوم، سوم، چهارم می‌گذارند. زینه به زینه گفته شرح داده یک حکایت خوب و پرحکمت به خاطرم آمد. نردبان از زینه ها عبارت است، یکم، دوم، سوم و آخران زینهش بر بالای مقصد میبرد شما را، بالای بام، بالای درخت، یکان بلندی دیگر که آنجا کار دارید. گویا زینه آخرین و بلندترین نردبان بر پایانیش مینگریسته است، میگفته است میبینی من چقدر در بلندیم، برای مردم به من رسیدنشان در تو پایشان را پاک کرده میبرایند. اما اتفاقا میافتد زمان فرا میرسد که همین صاحبخانه نردبان را برعکسش میگذارد و متاسفانه در ملک روس نسبت ملت ما آنقدر خوش نظرانه نمینگرند و یک کمی از زینه های پایان میپندارند. ما را از فرهنگ و معنویات و مدنیت و سواد و دیگرها کمی پایانتر میبینند. شاید یکان موضوع باشد که نسبت به آنها کمتر دانیم، اما خیلی جاده ها هست که صدها برابر بالاتریم اما نمیبینند. دیده توانستن
کار هر کس نیست، نگاه کردن دیگر است، توانستن دیگر. باز هم ما را آماده میکنند، تاجیکان را آماده میکنند برای رفتن به ملک روس. روشن هم جمشید هم گفتند دیگر و دیگر کلماتی که شرط نیست اینجا ذکر کردنم علاقه. همه شما میدانید که بر تاجیکان ما چی گفته اونجا لقب میگذارند، از روی آن نامبر میکنند و حقوقشان نه آنقدر رعایت می شود. مهاجران تاجیک را اولا از خود ما وابسته است که حقوق دان نیستیم، واقف نیستیم. دوم از مقامات ها، تشکیلات های، از سفارت، از کارمندان حفظ حقوق در آنجا اداره ها باز کردند تا حقوق مهاجران تاجیک را حمایت کنند. از آنها هم خیلی میگذرد و بار دیگر میگویم که فطرتاً مردم روس چنین هستند که ملت های دیگر را در زینه های پایانتر میبینند. خصلتشان همین قدر است و فطرت را تغییر دادن عصرها طلب میکند. اما چرا فقط به روسیه مهاجرت میگویند؟ در پیش نظرشان روسیه می نماید و هنگام نفر میخواهد بر مهاجرت رود اولا سوال میدهند که آیا زبان روسی را میدانی یا نه؟ روسی را داند باید بر مهاجرت رود. این باید رود خلاصه من نیست. مردم همین خیلی گمان میکنند و افسوس که چنین است. من در این برنامه میخواستم درباره راه‌های دیگری هم حرف زنیم. از کشورهای اروپا که این حال ما را میشنوند پیوسته مینویسند در شبکه فیسبوکی بر من یا در پایان همین برنامه های یوتیوبی که بعد نشر کردن بعد در یوتیوب گذاشتن مینویسند از اروپا که آنجا خیلی نسبتشان مناسبت بهتر است. حتی در همین از کشورهای پسا شوروی، در همین 3 کشور نزدی بالتیک، لیتوا، لاتویا، استونیا، در اینجا نسبت به مردم آسیا خیلی احترام خوبه دارند. حتی از روزها دیده برتر احترام میکنند بر ما، بهتر، یعنی که احترام میگذارند. در همین کشوری که ما حضور داریم اینجا هم خیلی با احترام سزاوار گشته توانستیم. مگر فقط روسیه. هر روز از شبکه ها، از رسانه های خبری و ازبکی که یک سر میخلانمو میبینم، خبر البته هست که از ازبکستان یگان اتوبوس یا 1-2-3 اتوبوس جمع کردند شماره معینی مهاجران را. میگویند که مثلا بر کره جنوبی سفربر کردن مهاجران مهنتی را برای کار با طریق شرطنامه، البته با دستگیری خودی تشکیلات مؤسسه های معین یا دستگیری همان کشور مقامات ها میروند کار کرده میآیند. علاقه شرطنامه دارند. یا اینکه ازبکستان علاقه با ترکیه شرطنامه دارد، مهاجرانش را میبرد. با لهستان شرطنامه دارد، در راه آهن بر کار تکلیف کرده شدند. در خبر خواندن با آلمان شرطنامه بسته، در آنجا نیز مهاجرانش برای کار و فعالیت میروند. علاقه آموزش زبانها را راه اندازی کردند در این کشورها، دیگر زبانها را هم می آموزند. حتی در یک افغانستانی که ما در نظر ما جنگ زده است و در ذهن ما همین فهمیش را کاریدن در مکتب، از زمان شوروی سرکرده که آن کشور جنگ زده است و مردمش کم سواد هستند. دروغ است. ما دیدیم خیلی افغانی ها را که در گفتار، در فصاحت و بلاغت گفتار زبان تاجیکی هم خیلی از ما دیده روانتر حرف میزنند و هم در دانستن زبانهای خارجی هم. ما فقط روسی را آموختیم در تاجیکستان. آیا یگان مکتب انگلیسی هم داریم؟ مکتب آلمانی هم داریم که دولت با دستگیری خود تأسیس داده باشد؟ نداریم. کورس های زبان آموزی هستند از جانب یک نفران معین تشکیل شده که دولتی نیست و اگر با معاش تامین کرده نتواند آموزگارانش را زود بسته می شود. همین طریق خب گفتنی هستم، با همین مقصدها گفتنی هستم که ما چرا فقط ملک روس را انتخاب کردیم، جایی که نه حقوق درست داریم، نه شرایط درستی کاری دارد، نه مزد معاش خوب میدهند.
و پیوسته خواری و ذلت و هفته نیست که 2-3 تابوت هم از روسیه گرفته نورند. گفتنش دردناک است اما گفتن میباید. برای اشتراک در این برنامه می توانید در لینک زیرین که گذاشته شده است وارد شوید، انگشت در موبایل های سنسوری خود گذارید که وارد شده می توانید. بدون چهره هم در اینجا گفتگو کردن ممکن است. اگر خواهش داشته باشید طریق چهره هم نگاه کنید. اینجا رقم واتساپ هم گذاشته شده است، می توانید زنگ زنید و فکر خود را در این بابت گویید که خب در خیلی برنامه ها گفتند که مهاجرت در تمام کشورها هست، از تمام دنیا دولت های کمی قفا مانده تر بر دولت های پیشرفته تر سفر کرده کار میکنند، می آموزند و همین طریق پهن میکنند طرز کاردانی را. درست، خب تن میدهیم که مهاجرت در همه جا هست. اگر فایزه نسبتا خیلی زیادی تاجیکستان را بر نظر نگیریم، مهاجرت در همه جا هست، اما چرا تاجیکان محض روسیه را انتخاب کرده؟ چرا مقامات دارن، کارمندان مقامات های تاجیکستان، چرا سرور کشور حتی همواره کوشش میکند که از روسیه معلم برد، با معاش خوب تامین کند که نسبت به معلمان خودی وطنمان بیشتر است و زبان روسی را آموزاند، مگر یگان شرطنامه دارد با رئیس جمهوری آن کشور که همواره برای او آماده کند، مرد کار تیار کند؟ اگر نه، چرا دیگر زبانها را نمی آموزیم؟ چرا شرطنامه با کشورهای اروپا بسته نمی توانند تا تاجیکان ما آنجا هم بیشتر رفته باشند؟ آنهایی که رفتند با راههای سیاسی رفتند یا فرار کردند و همینجا اگر وارد شوند با ما گفتگو کنند در این باره، در آنجاها چقدر راه پیشرفت باز است، سد راهشان برای آموختن هم برای کار کردن هم یگان مانع نیست، میتوانند بر ما بگویند. و ما یک شعرک آماده کردیم که هرچند موافق موضوع نیست اما یک شعرک پرتاثیر همین روز پیدا شد، همین روز تولید شد، برای شما آماده کردم. شاید اول شنونده عزیزی ما را، مشتری گرامی را قبول میکنیم، بعدا هنگامی خالی ماندن شعر را برایتان تقدیم میکنیم. مرحمت. فرح محمدی، چه نام زیبای، فرح یعنی شادی. بله، شما در خط علاقه هستید. فرح جان، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. خب بسیار خوب. واقعا از پروگرامتان، از طرز دیدتان، از گفتارتان، از طرز معرفت هایتان، از تمام از اینا خرسند است. خب افتخار میکنیم که انسان های مثل شما وجود داریم. واقعا پروگرام های وجود داره که به خاطر مردم توجه میکنن، به خاطر بیداری از هان توجه میکنن. خب بسیار خرسندم. شیوه گفتارتان معلوم است که از کدام کشورند؟ گفتارم ما از افغانستان هستم، تبار پشتون، و فعلا هم یکی از مهاجرین هستم، یعنی از کشور خود خارج شدیم. خب سفر بخیر باشد، هرچی پیش آمد خیر باشد، حکمت خداوند. بخیر. خب نسبت همین موضوع برنامه ما که یک موضوع دامنه‌دار گسترده هست، فکر خود را بیان میکردید؟ درست. واقعا قسمی که در آغاز برنامه هم گفتین، یعنی محدودیت های به خاطر افکار از طرف بعضی از دولت ها وضع میشه، که دقیقا این سبب میشه که انسان ها فقر ذهنی پیدا کنن. قسمی که خودتان هم گفتین، زیادتری از روستبارها فعلا فکر میکنن که اونا در اوج قرار دارن و تاجیک ها، ازبک ها و بعضی از اینها را برایشان حقوقی را که به تبار خود قائل هستن به اینا نیستن. یا هم امثال از اینا در کشور ما افغانستان، حتی کشورهای همسایه های ما با ما نظرهای پایین دارن
به بحث سیاسیشون نمیریم، اما گفته میشه که کاملا نظریه همسایه های ما در مورد ما چگونه می باشن. یعنی نمی سبب شده که فقر ذهنی در کشور ما دامنش بگسترانه. ما فعلا در کشور ما در هر سمت فقر خودش داریم. در تمام کشور ما فقر اقتصادی که هست و هست، فقر ذهنی داریم، فقر فرهنگی داریم. کلش از خاطر زمین شده که اینا یک پابندی، یک محدودیت به خاطر همه مقایل شدن. حالا قسمی که شما ذکر کردین در کشور شما کورس ها به خاطر دیگه زبان ها وجود نداره، اما ما در کشور ما این رقم پابندی وجود نداره که فرزند یکی بتونه دیگه زبان رو یاد بگیره از کشور دیگه، اما پابندی از این فرزند وجود داره که او چی میخواه. فرزند فقط مجبور است که به خاطر یک زبان کار کنه، به خاطر به دست آوردن معاش، به خاطر به دست آوردن کار، به خاطر زحمت کشیدن خود، به خاطر اینکه یک زندگی مرفه داشته باشه، مجبور است که لسانهای استعماری خود یاد بگیره. که این نشان میده که چقدر یک کشور تحت تاثیر کشورهای ابرقدرتی دیگه می باشن که واقعا انسان متاثر می سازن. بله درست، متاثر هستیم هم تا هنوزم خیلی. خب خواهر جان، خواهر فرح، عین حال که شما افغانی هستید و در کشور اروپا قبل از هجرت بر کشور اروپا زبان را در معذرت میخوام در خود افغانستان خود آموخته بودید؟ بله، چون اساس شوقی که داشتم و به اساس ضرورت ها چندین لسان یاد گرفتم، از جمله اسپانیایی، اردو، عربی، انگلیسی و زبان خود کشور ما که پشتو است و فارسی که زبان مادری خودم است، اینا رو یاد گرفتم. ارزنده هوس بهترین. و همین افغانستانی که برای ما همچون کشور جنگ زده، کشور فقر گفته معرفی میکند، اینقدر زبانها را یک دختر عادی این افغانی آموخته فرا گرفته توانسته است. میدانید فرح جان، میگویند فقر اقتصادی، فقر مادیات، این فقر نیست. فقر نیست. انسان با بریده نان هم زنده بودن میتواند. بزرگترین فقر این فقر معنوی است. فقر معنوی که بالای زبان، بالای فرهنگ، بالای هویت ملی فشار داده شده و مردم ناآگاه مانده از هویت خود، از کی بودنشان، از کدام ملت فرهنگی و بلند مرتبه بودنشان ناآگاه میمانند. بسیار تأسف آور همین قدر است. شما که قریب اینجا 5-6 زبان را نامبر کردید، میدانید از جانب خود دولت راه اندازی شده بود آموزش یا خودتان آموختید؟ نه خیر، نه، از طرف دولت هیچ کاری نبود، فقط عربی و انگلیسی را از طرف دولت یاد گرفتیم، اما بقیه زبان‌ها را خودم یاد گرفتیم. عربی و انگلیسی را از جانب دولت راه اندازی کردن، به حد بهترین. چقدر بود که در ما هم عربی و هم انگلیسی را از جانب خود دولت. انگلیسی هست اما محدود است، خیلی در حال محدوده. خب خواهر جان، می شود که در برابر شما نفر دیگر را هم قبول کرده باشند تا صحبت ادامه یابد، بعدا باز هم صحبت میکنیم. می شود؟ راضی هستید؟ کاملا. مسلم یک خواهر دیگر هستند اینجا. بفرمایید. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. با عرض سلام به تمام شنوندگان و مجری محترم اپای سایمه، انشالله که خسته نباشید. پیش از همه میخواستم ابراز نظری خود رو راجع به موضوع صحبت کنم که چرا محض کشور روس و کشورهای دیگر نه، که در برابر این همه کشورها تاجیک ها همیشه شاید که از طرف حکومت هم بعضی از مثلا روید و چیزهای دیگر هست، اما خود مردم هم خیلی زیاد روسیه رو انتخاب میکنن. این رو هم باید از حق نگذاریم. حتما اول باید سببهایش رو هم بگویم که اول شده ما با روسیه سالهای زیاد در اتحاد شوروی زندگی کردیم و گویا که خود مردم تاجیکستان الکی خدا عضو یا جزء از روسیه میدونن.
چون پدر بزرگ و مادر بزرگ اینها همه از روسیه و اتحاد شوروی صحبت میکردن و اگرچه زبان روسی رو ندانند هم میگویند ما دیگر این رو در مکتب ها آموختیم و ما از آنجا بودیم. یعنی مردم این رو هم خود رو در آنجا بیگانه حس نمیکنند تا حدی. چیزی دیگر مسئله حقوق یا پولی که معاشی که یک مردکار از روسیه میگیرد متاسفانه در کشورهای دیگر خیر میگویم بجز اروپا مثلا در کشورهای جزیره عرب یا در ترکیه یا در کشورهای آسیای میانه مانند کشورهای همسایه به دست آورده نمیتواند و تا حد اگرچه سنگکاری هست و کارها مشکل است در روسیه اما حقوق خوب هم میگیرند و در مدت 3 ماه 4 ماه هم میگیرند. مثلا در ترکیه که الان من سکونت دارم اون معاشی که در 4 ماه یک مهاجر میگیرد اینجا باید تا 2 سال کار کرد. اون هم کاری که به اندازه 12 ساعت و 10 ساعت و 8 ساعت است و هر کسی که در اینجا کار کرده است اگر تاجر نباشد این رو خیلی خوب میداند. مسئله دیگر البته مسئله بود و باش در روسیه است. تا حد اگرچه در آنجا محدودیت ها وجود دارد اما نه به اندازه اروپا نه به اندازه کشورهای مثلا عرب و اینها که برای یک خریدن یک ویزا اگر خودی حکومت یگان کوتا چیزی نداشته باشد برای یک مردکار خیلی سنگین است که به آنجا سفر کند. برای همین هم اول باید به مردکار بیچاره حق بدهیم که او چرا محض روسیه رو انتخاب کرد نه کشورهای دیگر رو و او رو مجبورش کردن و یا شرایط روسیه برای او مساعد است و یا اینکه در حقیقت از انصاف نگذاریم پولی که از روسیه مردکار به دست می آورد آسان‌تر است از پولی که در خود اوکراین یا در ترکیه یا در دیگر کشورها هست. اولا این چیزی دیگر البته که حتما چگونه که بعضی از کشورها مثل ازبکستان همسایه یا حتی قزاقستان هم گوییم چه خیلی که به مردمش غمخوری میکند باید کشور ما هم کرده باشد و تا حد روابطش رو با دیگر کشورها قوی کند که دیگر کشورها همچون یک مردکار محتاج به گفت خودمان مسکین گدانه و همچون یک کارگر با احترام قبول کنند و علل خصوص کشورهایی که مثلا تا حد به فرهنگ ما نزدیک هستند مثل ترکیه که مثلا مردمش هم مثل مردم ما مسلمان هستند اگرچه اینجا هم اختلاط عقایدی و این چیزها هست اما تا حد از اروپا و روسیه بهتر است. یا بعضی از کشورهایی که مثلا اکثریت در آنجا مسلمان ها هستند یا حد اقل به تاجیک به یک نفری شخص دست دوم یا نفری که پایانتر از خود است یا گفتیم به نفری پوستی ها نگاه نکنند چگونه که در روسیه میگویند پوستی ما سفید است و با پوست حتی نام میبرند از تاجیک ها ولیکن برابر این حتما باید گفته شود که برای تاجیک ها هم الکی چی شد عادتی شد که آسان ترین راه برایشان روسیه است. هرچی باشد شناس در آنجا زیاد است ما سالها در آنجا هستیم و در آنجا برای ما به این که ریسک کنیم یا گفتیم یک توکل کنیم و به اروپا و به جای دیگر رویم و خود روسیه می رویم اما حتما راه های منفیش هم هست که دیده ایستادیم سال از سال به جای این که کشور تقدم یابد برعکس شده ایستاده است. فرار مغزها چقدر از دکتر و پروفسور و دیگر صاحبان علم ما دارن در روسیه بهترین معلم میشوند بهترین دانشجو میشوند بهترین ورزشگر میشوند. تاجیکستان خالی از این چیزها است و به جای اینکه دیگر آر کنیم ناموس کنیم برعکس میفخریم و میرقصیم و به چیزهای دیگر مشغول هستیم که خیلی تاسف‌آور است. باز هم گسیل میکنیم در روسیه. آره بابت ورزش هم گفتید و یادم آمد که یگانه مدال از مسابقه توکیو آورده تاجیکه که یک مدال گرفت اون هم شهروند روسیه شده بود الکی برای روسیه بود برای وطن ما نه. واقعا هنگام گفتار شما ما از اشتباه پنداری خود درک کردم. من گمان کردم در دیگر کشور روسیه کمترین معاش میپردازد نسبت به دیگر کشورها. معلوم است که پس نسبت به ترکیه و کشورهای عرب بیشتر میپردازند. آره این چیز که هست نفرانی که به قطر مثلا مهاجرت مهنتی دارن یا به خود امارات عرب یا حتی به عربستان سعودی که مثلا اینقدر کشوری مثلا پیشرفته و چیزی دیگر هست برای یک تاجیک حقوقی که در یک سال میدهند شاید یک استای مردکاری ما در 4 ماه به دست آورد اون هم زیر گفتیم مقررات معین ساعت‌های معین. برای همین هم اکثریت تاجیکانی که بیرون از روسیه زندگی کردند و کار کردند اگر تاجر نباشد
میشند و حقوقی یعنی 1 ماه گرفتن، میگویند که روسیه بهتر بود است که در 4 ماه بسنگی باشد، هم این 1 ماه رو میگیریم. اما از طرف دیگر اینجا البته غزوه چی میگویم این رو جنگ فرهنگی هم میشود برابر سفر کردن به کشورهای اروپا. نمیدونم خواهر فرح تا چه اندازه به تاثیر این خواهر و برادران افغانستانی رو میدونن که من شخصا با یک چند نفر میشناسم از افغانستان، همون کشور همسایه و همزبان و برادر خودمون، که پس از مدت مهاجرت در اروپا الکی کل فرهنگ مهاجرت رو برای خود قبول کردن و حتی نفرانی هم هستند که میگویند برای ما نه کلیسا نه مسجد فرق نمی کند، که البته برای یک مسلمان اولین شده این عقیدهش هست، حفظ دینش هست، حفظ فرهنگ اصلی خودش هست. و نفران زیادی تاجیکستانی هم این رو فقط خدا میداند که در آینده مثلا پس از 20 سال الکی ما تا چه اندازه تاجیک های خود رو پیدا میکنیم که در روسیه در اروپا میخیزند از جایشان و میگویند من تاجیک هستم، با فرهنگ و با دین خود فخر میکنم. این رو دیگر پیش بینی کردم نمی شود. فرهنگ تاجیکانه خود را گم میکنند و آهستگی. انسان تغییر پذیر است، در طبیعت همه چیز تغییر پذیر است و با تاثیر محیط بیرون بله تغییر می‌یابند. متاسفانه جهت فرهنگ تغییر یافتن نه آنقدر سودمند است برای ما. اینش هم درست است. خب البته آنچه شما گفتید در استثنای کشورهای اروپا است، همین در آره. در اروپا تا اندازه من خبر از دوستان دارم مسئله معاش یا کمک که چیز دیگری که حتما باید قید میکردیم، یکی از به گفته عرفی خودمون معذرت از خواهر و از نفران افغانستانی، پیلوس روسیه در آن است که برای هر یک کودک کمک میکند و برای فرزند سوم و چهارم خانه و در هم میدهد. با این هم و از طرف دیگر اون نفقه که برای هر یک تاجیک داده ایستاده است، دیگر کل مردم تاجیکستان دارند کوچ میبندند به روسیه که میگویند ما بعد از فرزند سوم صاحب خانه و در میشویم، که این رو در تاجیکستان در خوابمون هم نمیبینیم که کشور برای ما برای فرزند سوم خانه و در دهد. و این چنین کمکی که یا پسابی که کمکی کودک رو که ما میگیریم اون رو در یگان کشور حتی در ترکیه همین چیز وجود ندارد، اما در اروپا تا حدی هست. اما برای داخل شدن به اروپا چه خیلی که میدونیم اکثریت با راه گریز رفتن یا نفرانی که به ویزا و اجازت نامه رسمی صاحب شدن خیلی با راه مشقت و با پرداخت پول زیاد که برای تاجیک خیلی مشکل است. بله و همین جهت را هم باید گفته گذارم که با این خوبی هایی که خانه پیشنهاد میکند و معاش کودک میدهد و روسیه فواید بیشتر را نسبت خودش هم چشمدار است. این بدون شک است، این چیز بدون شک خیلی که گفته ساده مغزهای ما رو برابر خانهش میخرد، فرهنگ ما رو میخرد که داند که دیگر اکثریت مردم ما رو با استاده شاید فردا زمینی ما رو هم بخرد، که پس این خریدن ها و نفقه ها چی نیرنگی است که بعدا آشکار می شود که شاید نسل آینده از این با خبر باشه. بله شاید البته همین احتیاج است که ما را آهسته آهسته از خودمان بیگانه و بر دیگران قرین کرده بردن میگیرد. متاسفانه این باعث خوشنودی نیست. البته در روسیه قانون‌های هم هستند که اگر معلومات عالی‌دار، صاحب کسب، صاحب تخصص معین، خصوصا صاحب تخصص عالی، دکتران، آموزگاران باشند فوراً شهروندی می‌دهد. این هم یک برنامه طرح‌ریزی شده بر سود فرهنگی روسیه است. متاسفانه چنین است، اما ما فریفته آن هستیم و بازم شهروندیش را قبول میکنیم. ضرر نمیکنیم اما ضرر بر کشور ما میرسد، بر وطن ما. خیلی خرسند هستم که بسیاری ها وارد شدند. امروز صحبت ما خوب و گرم میشود. سلامت باشید. راضی هستید باز نفر دیگری بر صحبت همراه شود؟ بفرمایید. اگر فکر پیدا شد میتوانید باز هم آگاه کنید و ادامه دهید. بفرمایید. سخن رو به دیگران میدیم، بگذار مهمان های دیگر هم فکر خودشون را بگن. خب البته اینجا نوبت بر با حرف 3 آغاز شده در بالا. من از دور نمیبینم چی نوشته شده. مرحمت انتخاب میکنیم با رنگ نارنجی. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر باز برنامه خوبتون. خب
من عموما بر همه ضد مهاجرت مهنتی به روسیه هستم. خب سبب برای چی؟ برای که سببش در آن است که ما در اینجا می بیایم هر چیزی که از دست داریم از دست، مثال هر چی که ما در همه اولاد در ملت تاجیک بسیار و چوی بلند داریم و هوا آمده در اینجا از دست بسیار می دهیم. در اینجا یک سورت دویم در روسیه فرد سورت دویم به حساب میخوریم. هر چی تحقیر باشه در بالای ما هسته. مردم اینجا از ما خوشنود نیستند. خب ما آدم های هستیم که نمیدونم، خب ظلم پرور هستیم، همین ظلم را به خود مناسب میدونیم. مثال شناسای من در کره جنوبی رفته، در آنجا بسیار آیلوک های خوب میگیرن، کار میکنن، زندگیشون خوبه، زندگی وطنشون خوبه، صاحب مغازین و ماشین و خانه و در و هر چیز. اما این روسیه که آمده همه چیز از دست میره، همه چیز از دست میره. من خودم یک شهروندی روسیه هستم، نه که من بازیدی بگذار همین ویزا کنن و نه که همین تحقیر رو ما از جانب همین اروسان ما گپ راست بیزار شده که شما کجا میبیایی، وطن بود چی نمیشینه، اینطور نمیشکنی اونطور. من همین ویزا کنن همین وطن خودمون داشتیم، اگر که نشید یا انقلاب کنیم وطن خودمون آزاد کنیم، همون وطن خودمون داشته کنیم، مثل ازبکستان و دیگرها ما رو با دیگر دولت هایی که با ترقی هستن، با مدنیت هستن، ما رو مثال حرمت میکنن، ما با اون دولت ها رویم. روسیه دیگر هیچ نمانده است برای ما ملت. روسیه دیگر چی بگم، خود حال و روزی خود مردم روس هم آنقدر خوب نیست در این حال. جهتی ملت چی هستن؟ ملت پرور هستن. ملت چی هستن؟ ملت چی ناچیست هستن. بله، یک قومی و نژادی و جدای انگیزی هست اونجا. البته نه که همین پیشتر خواهر گفت که مثال در دولت‌های عربی و مثال ترکیه نه که همون مقداری همون پولی که در اونجا میده هوای رو نگو که اونجا چند میگیرن. مثال در اینجا همه آدمایی که کار میکنن، من مثال شهروندی همینجا $1000 میگیرم، مثال ماکسیموم $1000. این به هیچ چیز نمیرسد. مثال در کره جنوبی اما برای تاجیکستان بد نیست. نه فقط برای تاجیکستان، پهلوی نشده اینجا میخوری، پهلوی نشده اگر به خانه هم کرایه کنی توزی تاجیکستان نرخها از روسیه بلند شدگی. این رو میدونید؟ بله میشونه. هیچ اسپیوت نه دشوار خریدن. اگر 3-4 تا فرزند داشته باشه هیچ اسپیوت نمیکنی. باز مکتب پولی مکتب میتی، این میتی وای میتی. آخه باور که ما حیران شدم که این چه خیلی دولتداری هسته. تا حاضر خانه گام میزنیم، امروز 15ام 14ام چسلو شده است، تا حال ما شیروف که رفته است. 9 سپتامبر گذشت گذشت تلفن میکنی مکتب میری، میگن نه ما مکتب نمیریم. چی میکنه؟ میگم ما مشیروف که رفته هستیم. با به طرف ناحیه غرب رفتنی هسته جنوبی عالی. با گودکور در اوج دیوانه کده گشته هستیم در همه گرمی. سپتامبر میدونی که ماهی بسیار گرم است در منطقه ما. باز توپچه میوه و سبزوات میگذارند. باز ایدی کدام یک میوه سبزوات اعلان میکنند. و همین طریق فرهنگ همین قدر مانده اونجا، درک و فهمش همین قدر مانده. شما گفتید میکنند سال 2002 3 4 که من کار در سمت معارف را آغاز کرده بودم، هر هفته روز شنبهگی میگذراندن. لیلی مرده رفت اما شنبهگیش مود هنوزم. امروز که کسی اعتراف نمی کند او را همچون یک پیشوای بزرگ پرولتاریات شاید باشند، احیان یک طبقه های خود، اما همین شنبهگیش مود. هر هفته روز شنبهگی می شود در تمام مکتب ها و درس های بودن که محض در روز شنبه گذاشته شدن، در دیگر روزهای هفته نیست. مثلا درس الفبای نیاگان حروف فارسی ما در روز شنبه بود، درس نمیشد، شنبهگی میشد و خواننده در روزنامهش نوشته شده است، در دفتر صنف ژورنال قید شده است که الفبای نیاگان هست. خواننده 4 هم گرفته است، اما
درس نشده است چون که شنبهگی بود. به جای کارمندان خواجگی منزلی که مونده مکتب بچه ها کوچه می روند. همین خیلی بود. امروز مرشراف که آن وقت دیگر بود. خب بله. در آخر گفتنی هستم که اگر علاج باشن دیگه همین طرفی رسیه، نه برای استودنت بودن، نه برای خواندن، برای هیچ چیز نبیان، برای که اونها را در اینجا هیچ کس منتظر نیست از این ملت، هیچ کس. راه ها را یا برای حکومت ما، برای حکومت تاجیکستان این بسیار منفعت‌دار است. ما بررسی آمدن این را گفتنی بودم که منفعت‌دارند که میفرستند، منفعت‌دار از بودجه دولت معاش پرداخته آموزگاران روس را دعوت کرده روسی نمی آموزاندند. بله. آموزاندن انگلیسان میفرستادند یا فرانسوی آموزانده بر فرانسه میفرستادند، اما روسی می آموزانند. منفعت‌دار هستند. یعنی دست به دست دادن بیعت شاید بین سران کشورها باشد که یکی بر دیگر غلام تیار کرده می‌دهد. مهاجرت غلام گفتن هم اشتباه نیست است. من برادران همه پیشتر از وطن اومدن در مدنی سودهای همینجا داخل شدگی، از اول و کرونا ویروس آنلاین خواندگی مسکو ده، نه که همین سنت پتربورگ در داخل شدگی، در اونجا دا چیش میگن و که پول نمیسپوره، بیس کانترکت میگن، بیس کانترکت سپوریدگی اینجا آمدگی از آنها پول طلب کردن. این حکومت میگه 260,000 سالش به میسپوری، 260,000 روسی. بچه ها اکثریتش پرتافته رفتن. این از دولت داره. او پول هایی که سپوریدن 50,000 سامانه و یا سوخته رفتن. این از دولت داره ما. افسوس که حالتی همان دانشجو را تصور کند آدم خیلی باعث تاسف است. خب برادر اینجا نفر طریق واتساپ خیلی زنگ زدن، خاموش کردن، پس خسته شدن. بله سلامت باشه. باز یک بار دیگه تشکر از برنامه‌های خوبتون. سلامت باشه. بسیار تشکر برای صحبت خوب شما، برای مصاحبه خوبی که اینجا با شما داشتیم. برنامه پرنده های مهاجر است و موضوع امروزه ما مگر سمت هجرت فقط ملک روس نام دارد، چرا فقط سمت روسیه پیش گرفتن. گفتیم زبانش آشناتر است از آوانی مکتبی. ما در آوانی مکتبی روسی را خوب حرف می زدیم. این حال در مکتب اونقدر درست درک نمی کنند چون که آموزگاران تاجیک زبان هستند و همین در گفتاری آنها اکسنت میگویند که طرز گفتارشان لکنت خیلی بزرگ است. روسی را در کورس های معین هم می آموزند، پول داده می آموزند، اما باز روسیه می روند. نوبت برکی بود؟ نوبت دهم یا یک تنفسی یک فرهنگی اعلان کنیم؟ کلاب مرحمت قبول میکنیم؟ سلام علیکم. و علیکم سلام دادرم، گوش میکنم شما را. خوبه انتیجی آقا؟ بله شکر خدا. آقا جون یک ما میگم که ما یک غلامیم، دو جدا غلامیم، یک گویله در غلامیم، بومیم روسیه در غلامیم. ما هم روسیه میم که اونجا که او مجبور میکنم ما روی میکنم، حکومت ایران برای او را کار میکنیم، سوی ما را میخرن. یه آرامخورا تا وقتی هستن ما هم رای روسیه را میگیریم. آقا جون دیگه اگم رو نداریم، اگم رو نداریم. مثل ما ویزا در کنیم، برای ویزا ما 3-4 هزار دلار در کنیم، ما ویزا کنیم گرمانیا، پولشا و سنو بریم. یکی ما نمیتونیم تاریخ ما مجبوریم روسیه را ایلای میویم. همین بار روسیه اینا 4-5 هزار سومان بلیت شد. این ازبکستان 6 هزار روسیه، ما 4-5 هزار میتیم سومان. در کجا راست میاد؟ ما یک غلامیم، در اونجا همین غلام رحمانوفیم، سومامون میخرد تا اولاد دموداش و من رسد عذاب میکشیم. خیلی چیکار کنیم؟ همین روسیه هست شگرانه خودو. ما اول شگرانه خودو همین همینجا کار بکنیم. چیکار کنیم؟ حالا گوش کنم برنامه‌تون، برنامه خوبش ما هم وقت میدرم. این برنامه همین شما و دیگه همش میدرم تماشا میکنم. لایک همون بچه ها نترسین. این برنامه را ما میگم تو وزیرات تماشا میگن که ما درباره ما چی میگن، اما خچون لایک میمونن. نترسین، لایک همون
دستگیری کنین یا پیشگیری مان یا برای خوبی مان. یکی خلق میترسه یا کتا کتا خچون کتا کتا خچونه اونه او کتا کتا خچون لکه اونه که بگه ما را چی میگن در بالای ما گپ میزنن بعضی رو اونمی کتا کتا همش نمی خچون لگ میمونه که ما در یکم سبشی نمیم ما گوش کنیم چی میگن برای همه بگو لگ همونه نترسین پیشروی کنین ما همه را همونو فیانیمه شاکو شلو کو همش خوب میشه یه آرام خور ظالم خداوند درازش میته بعد یکی ای پشتش کشولش میکنه انشالله خداوند خیلی صبر کورا نگاه میکنه خاناتون بخیر دامون خداوند نگهبانتون سلامت باشید اپاجون بای برنامه خب بهترین دادر یک موضوع دیگری رو خاطرتون کرده یک موضوع یک مضمون دیگری رو که اینجا گفته خودشان لایک میمونن تا بینند که چی میگویند درباره بله ما همه برنامه دا میگم پای گپم خیلی از کارمندان محکمات ها حقیقت را خوب درک میکنند به خاطر بریده نان هم جایند و به خاطر همان کارشان را گم نکردن چون که کسب دیگر ندارند. کسی که کسب دارد مثلا مهنت میکند نان یافته از دیگر جا هم میخورد کسی که دیگر چاره میخورد خوش آمد کرده میخورد الان آرام خروی میخرن خلق هم میخرن الان آرام خرو لک هم میمونن که میگن لک نمون که سوتو میکنن انا وقت چون لک نترسین ما نمیگون یو اگون چی نداریم اینجا دادر با نام کولاب همگان را تکلیف کردند که لایک گذارند ناترسانه دیگران هم واقف باشند. نفره گفتن سوال دادند که درباره مهاجرت جهتی دین سوال کجاست؟ Здравствуйте. Чё? Выключайся. بلندیتتون را خاموش کنید. جهت دینی نفر سوال دادن در باب مهاجرت. خب سوال را وقت روشن میکنم میخونم برایتان. باز اگر خواهر فرح گفتنی دارند بعدا 90 را برمورد میدهیم. در رفت برنامه یگان فکر دیگره اگر تولید شد در ذهنشان در باب مهاجرت در باب چرا ملک سمت هجرت فقط ملک روز اینجا فکرهای خیلی جدید خیلی فکرهای تازه بود که گفتید در باب کشورهای بدقدرت که بالای کشورهای ضعیفتر جاری میکنند حکم خود را. اگر فکر دیگره طبعا باش چشم طبعا یعنی قسمی که قبلا هم اشاره کردم اما یک چیزی که اضافه تر میخوایم دوباره بس دیش تاکید بیشتر کنم این است که ولو هر قدری که فرزن حکومت ها یا فرزن ابرقدرت ها بالای اذهان مردم بالای فرهنگ مردم بالای از اثر استفاده از مجبوریت مردم بالای اونا فشار بیارن اما یک گپ است وقتی که انسان به داخلش درونش این گپا را اجازه ورود نده هیچ کدام از اینا نه بالای فرهنگ انسان نه بالای اذهانشان نه بالای قدرت تفکرشان نه بالای هیچ چیزی اثر نمیگذاره سایز تعصبات وجود می داشته باشن مشکلات در صد معانی به وجود میارن اما خداوند کمک کنه تمام وقت اگه آدم معنویت خود قوی تر سازه و اجازه نده که افکار اونا و تغییرات که اونا میخواین وارد کنن بالای انسان تاثیر گذار شون میتونه که اگرچه با مشکلات باشن اما میتونه که به خواسته هایش برسن انشاءالله. بله خدا خواهد درست گفتید. البته اگر خود انسان بر ورود فرهنگ بیگانه راه ندهد از علامه اقبال لاهوری در این بابت خیلی بسیار بیت‌های بود. من یکی را خیلی خوش پذیرفتم میگوید بر شما آوردم پیغام شرق ماهتاب ریختم بر شام شرق. یک پیغام از شرق آوردم از شام شرق ماهتاب ریختم بر ملک غرب گفته و غربیان را علامه هم گفته بودند. هر پیشرفت فرهنگی و معنوی که غرب داشت از همین شرق گرفته برده بود و این را اقبال لاهوری خیلی خوب قلمداد کرده.
و خوش گفته هم یک فارس زبان ما بود، یک شاعر بزرگ بود که پیوسته در نامش پیشوانده در پیوسته در نامش یک کلمه علامه هم وارد می شود. خیلی خوب است. خب نوبت بر خواهر فرح، خواهرک افغانی تشکر میگویم که وارد شدن و خیلی خوش بودیم اگر از کشورهای دیگر فارس زبان هم من بعد در برنامه ما اشتراک کنند و دقت داده که قدر شیوا حرف میزنند. در خیلی برنامه ها بر من می نویسند اینجا که اپا جان خوشنود هستیم از برنامه برایتان، فقط اینقدر ادبی گپ نزنید. چون شده که زبان تاجیکی ما بر کجگی و کتابی جدا شده، ادبی نیست. من با ساده ترین زبانی تاجیکی حرف میزنم، انا یک شهروند عادی افغانی چه خیلی حرف میزند. اگر باز بر ایران سرخلی ما اونجا بینیم از این هم پاکیزه تر شاید حرف زنند. حتی در پاکستان تاجیکان چقدر شیوا و گوارا و یک چی میگویند روس ها میلادیش نمیگویند، یک ممتاز حرف میزنند که نهایت گواراست. گرچه هندی در عذوبت شکر است، عذوبت گفته شیرینی را میگویند، گرچه هندی در شیرینی شکر است، طرز گفتار دری یعنی فارسی ما شیرین تر است. باز هم اقبال گفته. نوبت بر کیست؟ تنظیمگری آواز ما انتخاب میکنند. نوبت مراد بود یا عزت الله بعدن؟ مراد اول شما را گوش میکنیم. مرحمت. السلام علیکم. آقای سویما، صدای من است؟ الو. صدایتون شنواست؟ میشنویم؟ الو. بله. ما شما را میشنویم. صدای من است؟ بله هست. پس السلام علیکم با بوری دیگر سویما. علیکم. امیدوارم که اینجا هستید، خوب هستید. بله شکر خدای خوب آفر. من چی گفتن نمیدونم درباره این مهاجرت خیلی چیزی هست نیست. مهاجرت مشکلی های به حد وزنی دارد در این دنیا، ولی فقط در قصد نزدن مردم ما با یک روش ما بهبودی داریم، پیشروی داریم، انشالله امید داریم. ببینید همین مهاجرا، کل مهاجرا در این غریبی نان حلال، مهنت حلال، حق حلال میخورند. با این حق حلال فرزندانشون با یا که تربیه میکنند. هر روز قیامت البته امید داریم از خداوند تعالی که ما برای سرخ نظر به این حکمتدارانی که حرام خورند، اکثریت 70-80% این حکمتداران ما خیلی که حق میخورند، حق صغیر میخورند، حق مردم، حق دولت، در این چیز ما اعتبار نمیتیم و یا که تماما اعتبار نمیتیم. ما خودمون باید همین چیزا اعتبار تیم. البته همه مهنت میکنن، مهنت حلال، حق حلال تو دستیان، ما با این فخر میکنیم. فردا روز قیامت انشالله برای سرخ با پیش خداوند راست میخیزیم. دلتون بسیار پست نگیره مردمی هموطنا مهاجرا، اپا خواهران، انشالله این مهنت حلال فردا روز قیامت با یک چیزای به روزای به انشالله و نصیب میگردم. در مراد همین چیزا نبودم. خب بسیار بسیار حرف خوبه و تمنای خوبه، نیت خوبه است که نزد خداوند فردا با سر بلند برخیزیم. عزت الله عبدالله شما را گوش میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سایما و تماشابینان امروز کسی که در برنامه ما هست، میخواستم اویدی با موضوعتان یک فکر اندیشه خودم بیان کنم. یک اجازه. البته. یکم میخواستم سخن خودم بگم که چرا ما فقط به سمت تاجیکستان و این مسئله تاجیکستان نگیریم، برای چی ما فقط به سوی روسیه ما روان میشویم. فکر من این است که این یک نقشه دولت است، با شهروندان خودش یک تجارت میکنه. یک تجارتی که بله یک تجارتی
بله اگر فکر کنیم که اگر که همین حکومت حاضره که در تاجیکستان هست اگر که میخواست که شهرونداش با چگونه با یک متخصص به دولت‌های آلمان رود و متخصص به دولت روسیه رود یکم جای کار در وطن خودش تشکیل میکرد در درون تاجیکستان اونجا بسیار مدرسه خوب تشکیل میکرد و قوت تهیه میکرد برای کمک برای هر یک شهروندانش اما این کارو نکرد این فقط یک سمتی یک روسیه را قپید و روسیه بالای تاجیکستان نگاه میکند و همین کرد که فقط روسیه را مهاجران تاجیک قپدو و بینید که شهروندان تاجیکستان ما وقتی که به روسیه میروند حقوقهای و یا پایمال میشوند و هیچ که این نظارت نمیکنه. میفهمید اگر که شهروندان ما به طرفای که آلمان به طرفای دیگر دولت‌های ابرقدرت روند حقوقهای شهروندان ما پایمال نمیشوند برای اونجا که تیپ همه و یا قانون دارند و یا تیپ قانون کار میکنند کسی باشد نباشد بله وقتی که میشن از حقوقشان درک میکنن آنگاه دیگر بر تاجیکستان آمده زندگی کردن نمیتوانند دیگر طلب میکنند. بله وقتی که مثال یک شهروند به روسیه و وقتی که یک شهروند میبیاید شهروند تاجیکستان به روسیه میبیاید و کار فعالیت میکنند وای رو بسیارش پیسه‌ش نمیتیان یا دکومنتاش وقتی سفارت به وای نظارت نمیکنند به شهروند تاجیکستان سفارتی که تاجیکستان باید با طبق قانون جمهوری تاجیکستان باید که سفارت تاجیکستان به هر یک شخصیتی که پاسپورت داده برای تاجیک برای هر یک شهروند تاجیکستان باید تحت نظارت خودش گیرد چی حقوقی وای پایمال میشد باید برای چی سفارت گفتم بودن سفارت نباید برای تجارت فقط پاسپورت فروشی باشد یا بلیط فروشی علاقه گسسته شد. خب سفارت نه فقط برای پاسپورت فروشی و بلیط فروشی و حتی سفارتمان جاده سوداست. سفارتمان در خاطر دارد هنگامی ما مکتب میخواندیم یک شعر بود شاید این هنوزم در برنامه مکتبی باشد نان بود چون جان آدم قوت و درمان آدم یک شعر بود. ما که در زمان شوروی خواندیم همین ذهن ما را همین خیلی یک سیستم بابا میگفت سیستم عاقل و آخر من درک نمیکردم چرا دولت اینقدر بر قدرت و سیر و پر را سیستم عاقل و آخر گفته و بابا بر ذهن من کوچک این چیز نمیخونجید و بابا میگفت که عاقل و آخر یعنی که پر کرده میماند میخوری آرام نمیشینی سر نمیبرداره شکمت سیر باشد سرت را نبردار آرام باش. و نفر امروز در شبکه فیسبوکی نوشت که پول بود چون جان آیله قوت و درمان آیله و از گفته شما عزت الله همین باید به خاطرم آمد که توسط شهروندانش تجارت دارد کشور. بله ببخشید که من ببخشید که علاقه من کم ترک اینترنت من ضعیف بود برای همین من یک کم ترک برمادم ممکن می صحبتم دوام تیم صحبتم ممکنه دوام تیم من همین صحبت شما را دوام دادم. بله مرحمت. بله میخواستم نگاه کنید اگر بعد در همین سفارت اومدیم اگر که سفارت تحت نظارت میگیره شهروندان خودشه با این مشکلات دوچار نمیشدن لیکن پروای مهاجرت نیست این یک تجارت با مهاجرت و شهروندان خودش میباشه این یک همین برنامه است که شهروند خودش باید از حقوق خودش حمایت کردن نتونه این همین است. اگر ما مثلا گیریم آلمان من طرفایی که دولتایی که من از لیتوا پولشا یا این طرفا رویم اونجا مردم دیگه ذهنش میشه برای که اونجا همش قانون است بر طبق قانون کار میکنه طبق پاراگراف طبق قانون اونا با مردم ذهنش دیگه میشود برای چی نمیمونن شهروندان ما با دولت‌های ابرقدرت رن برای همین که مردم باسواد میشن اونجا میرن خینی عذاب وقتی که مردم عذاب میکشد در وقتی که مردم عذاب میکشد عذاب کشیده کل کار میکنه کلاش فکر اندیشش دیگه خه میشود عقیدهش دیگه خه میشود و دولت که وقتی قانونی هم میبینه دیگه با او قانون صحبت کردن نمیتونه با قانون تاجیکستان با برابر کردن نمیشود و برای و اعتراض میکنه که چرا در دولت ما خیلی است دولت ما فکری شهروندان خودش ندارد من دیدم که استقلالیت شد
چرا این خرسندی قدر که وقتی که در دولت ما قدر غمگینی است، خنده را باید با خیلی غم با خیلی رقص و بازی پوشاندن در کار نیست. ما خودمون مشکلی بسیار داشتیم، ما خودمون این قدر پولایی که صرف میکنن، همین سالیتایی که صرف کردن، همین سالیتی که زدن، همین سالیتایی که دست دادن، اون قدر مبلغ اگر که صرف میکرد، یک همون یک هواپیمای دیگه که دیپلمات‌ها همکاری میکردن، یک هواپیمای شرکت دیگه که می اومدن مهاجرا را تستر میبردن که ببینید که ما یک شرکت هواپیمای سومون ایر داریم، تاجیک ایر و یوتر اینو نیست، کجا شدن؟ از این عبارت که حکومت ما دیپلمات‌های خوب ندارد، دیپلمات‌های خوب نداشته، که وقتی که دیپلمات‌های خوب نداشت، نه که سردولت ما فکر خوب نمیکنن، بی‌سواد گویا میشود. بله. برای همین گفتنی هستم نبود شیم شتاب اگر که فورا که مردم آخران سخن اگوام اپای سویما امکان هست برای آینده اگر که مردم خواهد که خوب زنده، نه فقط ما خوب، فقط همه شهروندان تاجیکستان، همه که در دور شهروندان تاجیکستان خوب زندگانی کنند، خوب خوانند، خوب پوشن و خورن، همشان زویست کنند که یکم حکومتی خوب برپا کنند. یک حکومتی که حاضر در تاجیکستان است با حکومتی که گویم میشد بستر پروگرام آمدگی، همون برنامه‌ای که از همون پیشین اوقیف کتی برنامه کده است کار برده است، همین از بین بردن در این از بین بردن یک حکومت جدید آفریدن. انا من بود پاسخ من. ما با همون یک چیز کاغذ پیچ میماند که در روی کاغذش دموکراسی دنیوی حقوق بنیاد نوشته شده، اما درون کاغذ را شاید همان شوروی است. اما افسوس که نه به شوروی مانند است، نه به دموکراسی مانند است، نه به پادشاهی مانند است. از آمیخته همه ساختارها شاید از همش بدترینش را قبول کرده. متاسفانه چنین است. و وقتی شما گفتید چون بر کشورهای اروپا میروند و بیدار شده میآیند، انگیزش مییابند، دیگر در کشور خودمان وجود داشتن را معنا نمیبینند در وجود داشتن. من به خاطرم یک چیز آمد، دیوار زندان را محمد حجازی به همین چیز مثال آورده که زندان این یک دیوار است که روشن فکران را از بی فکرها گویم جدا کرده می استد. روشن فکران را همیشه زندانی میکنند تا دیگران انگیزش نیابند و بیدار نشوند. همین قدر مقصد است از زندان. انا عفو عموم اعلان کردن و عفو کردن جنایتکاران را، گناهداران را عفو کردند. بیگناهان هنوزم در زندان هستند، با نسبت آنها یک سال عفو نیست. کسی لگه پیوسته نوبت جسمینه گفتند. خب مرحمت. السلام علیکم اپا جان عزیز، برادر خواهران عزیز، همه شنوندگان، سلام بر همه. علیکم سلام. نسبت برنامه ما اگر در کشورهای اروپا باشد باز هم بهتر جواب میدادید، اگر در روسیه باشد. بله کم کم یک سخن داشتم در اروپا هستم. برای در این موضوع شما میخواستم یک کمی سخن بگم. مرحبا. در اروپا زندگی کردن خوب است نسبت که به روسیه، چون که اینجا بله کشوری دور است، از وطن دور است. بله. انیال شما پس در یکی از کشورهای اروپا هستید. باز هم علاقه گسسته شد. افسوس. نفرانی که نتوانستند با این طرز وارد شوند میتوانند طریق واتساپ هم زنگ زنند، گفتگو میکنیم. و اگر از اروپا با ما پیوست شوند خیلی خوب بود تا امکانات اروپا را واقف شویم که آنجا چه حد نسبت انسانیت مناسبت می شود. باز هم جسمینه در خط علاقه هستند؟ بله بخشش زیاد بله. ما که در اروپا زندگی میکنیم اینجا بسیار خوبتر از شرایطش و نسبت به روسیه و به دیگر شهرهای آسیا. در اینجا بسیار از 6 سال زندگی میکنیم
بله. ما هم کودک بودیم، ما هم نمیدونستیم که به کجا می رویم، چرا از کشورمون می رویم. این چیزها برای ما اصلا چیز نبود، در کار نبود. ما فقط فکر میکردیم که یک شهر میریم و کجا آزاد می باشیم. همین اروپا برای ما افتاد. اینجا ما 6 سال که زندگی کرده ایستادم. چیز هست بسیار خوب هست برای مردم هم خوب رفتار میکنن و هم نواششون خوب هست. در زندگی آزاد زندگی کردن میتونی. اما که میگوین که در روسیه نسبتشان یگان نظری خاص دارند نسبت شما؟ یک بار دیگر نسبت شما یک خنک نظرانه با یک پستر مینگرند مردم یا نه نسبت تاجیکان هم احترام دارند در کشور اروپا؟ مثلا تاجیک گفته با پایانتر نگاه میکنند یا احترام میگذارند بر شما؟ مشنوید؟ بله می آید؟ بله می آید. یک بار دیگه سوالتان رو خواهش میکنم. آیا در کشورهای اروپا هم بر تاجیکان مثل روزها خنک نظرانه نظر پایین‌تر دارند؟ یعنی با یگان لقب نام بر میکنند آنها را یا نسبت همه آزادانه انسان بار مناسبت میکنند؟ نسبت همه آزاد. یک نظر اینجا آزاد است. بله میگن در تاجیکستان که حاضر چیز هست که حجاب نپوشن در مکتب در مدرسه ها، اما در این کشور اروپا این خیلی چیزها نیست. مثلا ما حاضر مکتب میرویم، هیچ کس برایمون کاردار نیست، نه به دینمون، نه به لباس پوشیمون، نه به یگان چیزمون کاردار نیستن. هر کس به زندگی خودش، هر یک کس برای خودش، هر کس به مشکل‌های خودش. خواهر جان شما گفتید بر لباس پوشی همان کاردار نیستند. شما با لباس اسلامی هستید، پس محجب هستید، حجاب دارید؟ علاقه کمی ضعیفتر است. خواهر جان جسمینه. بله نمیدونم چرا این در این برنامه اینقدر خوب اشتراک کردن نمیتوانم. در اینجا آزاد هستن، هر یک انسان به دل خود آزاد زندگی میکنن. مثل که میگن که مردم هایی که بسیاریشان در روسیه، شاید این به خاطر این باشد که اونها میخواهند نزدیک باشن به کشورشون نزدیک باشن. ما هم میخواهیم که نزدیک باشیم، که یک قدم پای زنیم برویم به نزد بیبیمون بابایمون رویم اونها رو خبر گیریم، اما نمیتوانیم. افسوس با اون روسیه همشان رفتن را میتوانیم. خیلی خوب، بهترین. خب جسمین خواهر جان، امکانیت گرفتن دانش دینی هم وجود دارد در اروپا؟ بله. ما در روسیه هم خیلی بله اینجا مسلمان ها که زیاد هستن. متاسفانه در خط علاقه چه ناجوری های هستند. دیگر نفر را قبول کنیم، بعدا باز هم میپایونده. مرحمت. عجبا. السلام علیکم اپاجو. بخش کلون با عمل در اومدم همی خواهر که در اروپا نمیدونم مقصد موضوع را نفهمیدم. خواهرم گپ زدن نوشته سیاس بیزه بشید پارتوف موضوع در برای چیه؟ موضوع چرا سمت هجرت فقط شهر روس؟ چرا فقط طرف روس میشتوبند مهاجرت؟ آیا نمیشد که با کشورهای اروپا هم شرطنامه میبستند سران کشوری ما و آنجا هم رفته کار میکردند؟ اگر به حد جانبداری مهاجرت باشند و بد نیست مهاجرت، روی عالم دیدن، آدم دیدن است، نیک و بد را در جهان سنجیدن است، بد نیست مهاجرت، اما عقوبت های مهاجرت در روسیه خیلی بد است. بله درست خواهید کردید. ما همین را گفتنی هستیم در خانه شما هم قگب که ما را
او اندازه مقصد نامش چیه تربیه‌مون نکردن که ما دیگر دولت ها را مقصد بفهمیم و پیشه بگیریم. ما را نه با امیر در امیر روسیه هم ما را با او قدر ما تجربه نداریم. نه امیر روسیه خودش طلب کسته که اقلا در مکتبای شما این به نزدیکی 4-5 مکتب یا 5-6 تا درس های روسی سر دادیستند. ما هم خیلی ما را کردن که ما با درس خواندن ما فقط صنف 11 را تمام کنیم یا صنف 9 را تمام کنیم فقط روسیه بریم سون کار کنیم روی کنیم. ما همه آسانتر به ما را همیجا میشه. از این اگر با دولت های این شما گفتید که اروپا و یا دیگر ما خیلی هم نباشد زبانی وارا ندانستن مونده یک چی میکنیم برای همچنان که ازده روسیه که بسیار های خیش تبارو میگوی میرم تایدستی همو یگان امکیمه یا نامشه یگان دودرمه یا اکمه میرم تا او کم ترک میدونه مقصد تایدستی همون در کار کردن میگیرم. حتی این خیلی بگیریم باید ما در همون تاجیکستان باید ما این درس مقصد کم ترک ایچ نه سلام علیک مقصد اگه ما چی هنر دارم اینا با زبان های همو اروپایی یا مقصد ما چی کار کردن میتونم هیچ نه باید ما را در مکتب اگر ما او درجه باشیم که مقصد خودمان ما در دولت خودمان ما کار کردن نتونیم مقصد یک اویله باشه اقلا ما را کار کنه که با یک نیتال که روسیه خیلی شما درست خیلی کردید که ما اینجا فقط یا چور کهیم یا که مقصد پستری نمیده همه جود ما را تحقیر میکنن با همچنین هم ما میترسیم با حرمت عزت چون میکنیم با بالای با هم قدر گپای پس میشنویم با داکیمنت میکنیم و چی میکنیم از اینه دیگه دولت ها به غرض همین روسیه دیگه دولت ها با فکرم هر موسوم نمیسپرند مقصد این هم مهاجرایی که شما چی میکنیم ما هم سوم میسپریم هم تحقیر هم دایجا اگر بزنیم بمبریم یگان کس نه دولت خودمان یاردم میشه نه ای دولت همی اگر همچون بستایی بوریدن همی سگی که سگی ارس بمبره ولای بلای تولا قسم سگی ارس بمبره برای همون سگش آدم کشتگیان ندونه که توجیک بغلطه از سه میتاش ما خودم از سه میتاش غلگی ما پجان داجه همون خانواده خش تبار خودم داجه مرا پدشکه کردی نیست از ما تو زیرا هم خیلی دستم درد میکنه کاری وزمین کردن نمیتونم با هم خاطر مرا درک میکنه که ما برای دو سمپولی که ایو جمعی و ما برای او ارزش ندارم تاش تو مایلش من او برا و همه پای کار برشو معیف شید میم برا میزیه درای خودش برا ما ای مردک سوم یفته سم کو ای ارسه یا نمیدونم کدام ملت ایو جا یفته سای با هم خاطر مرا نگاه نمیکنن مرا مقصد چی نمیکنن سلام علیکم برکردم که کانالتان پر در دست اما پرمضمون هم هست. شما هم میخواهید که سمت کشورهای اروپا هم راه گشاده باشد. دادر جان از واتساپ از اول برنامه با زنگ میزنن ما پیوسته نتوانستیم ممکن است یک بار قبول کنیم؟ بله خب مرحمت طریق واتساپ زنگ میزنن بله گوش میکنیم بعدا نوبت را بر مناسب شاه سلام علیکم. بله السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. دخترم مونا. بله تشکر. های شما بسیار موضوع نه زبردسته. خب برای موضوع باید اساسا زمینه در خود تاجیکستان تشکیل کنند. همین مکتب‌های عالی بسیار بی‌معنا پر است. و جای هوایی در دولت شوروی انا اوچیلیشو بوده. همون اوچیلیشوی مثلا فراش تیار میکرد گویا سانتیخ سوارچ الکتریک همین دوره در همون مردم آموختن در کار بعد مردم
قانونهای مثال بسیار مردم برای چی رفتن میدونن؟ برای اینکه کمودون زبان روسی را میدونن. اروپا رفتن، اروپا بسیار خوب است. نه که برای اروپا رفتن باید شما حتما زبان روسی را دانش داشته باشید. شما سطح دانش ندارید، فهمانده نمیتونید. حاضر همه کارا مکانیزه بنید. برای همون با مکانیزات کار کردن باید سواد داشته باشه، دانش داشته باشه. مردم ما مثلا همین تاجیکای ما، من خودم در روسیه با همین مهاجرا بسیار کار بار دارم. بسیارش بیچاره‌ها سطح نداره. برای اینکه در همون مملکت خود ما در تاجیکستان، سطح تاجیکستان، سطح مردم، سطح دانش، همه چی که پست است، آدم را عیبدار کردن نمی‌شود. برای اینکه بیچاره‌ها عیب نداره. همون آدمایی که در همون جا حکومت داره، اساساً عیب همون حکومت داره که همه چیزا را فکر نمی‌کنن. فکر نمی‌کنن. درست راه اندازی نشده. از تاپ پولی همینا زندگی و یا افتاده است. و باید یک راه‌های یا باید که مردم یک دانش، یک سواد، با همه دانش و سواد یا روسیه. وقتی که روسیه آمده است، همچون متخصص باشه، همه وقت شما نانتون یافته خورده میتوانید. وقتی شما سطح نداشته باشید، بسیار کار کردن و بسیار پول یافتن خوبه. بله درست. و یک نکته را درست قید کردید که تمام ساحه ها عینها مکانیزه رونده، یعنی که با تکنولوژی زمانوی مجهز شده و بهترین استای تاجیکستان هم در آلمان رفته در سمت خود کار کردن نمیتواند، چون که در آنجا تماما اسباب و اشیای دیگر مجهز شده، در کارگاه های خراطی هم، دوریدگری هم، دیگر سمت هم. از این جهت هم بله کمبودی داریم که در وطن عزیزمان نآموختیم، زمینه گذاری نشده. درست قید کردید این جهت را و همین جهت را پای نبردن. ما این عیب مردم نیست. عیب مردم نیست، درست. عیب همون آدمایی که سیاست نسبت مردم میبرن عیب ویا. بله درست. وقتی که مردم باید مردم این یک رمه گوسفند برین و یک طرف علاقه کنده شد. رمه گوسفند برین رفتار کردن. بعد میاین که اینجا بیاین، همه کس باید داند که حجت کردنش کن. در این روسیه پلیسش از پلیسی تاجیکستان کمی ندارد، اما خیلی گنده. برای همون اینا با پا باد میچن. مثلا مردم که حجت ندارد، برای او پلیس چیز است، یک پا است که بله خود مهاجران امکانیت میدهند که پلیس روسیه حرام خورد. درست گفته. برای همون مردم وقتی که همینجا میبیاین، اقلش همون آدمایی که اینجا میروند برای فهمونن که برادر میبیایی اینجا اول قرض بگیرستن در کار، بعد پتنت کردن در کار، بعد کار کردن در کار. مثلا بسیار توجیکای ما همین 60-70% در همین روسیه به حجت میگردن. برای اونکه همین این هم از همونجا میگه بیچاره قرض قطعی میبیاید. برای که مثلا در همین مسکو پتنت کردن و رجیسترات قریب 20-22 هزار روسی در کار. مسکو که اوبلاست باشد قریب 30,000، ولی کار سر نکرده باید شما پول صرف کنید. برای همون بسیارش بیچاره نمیتونه همون پتنت کنه. برای همین چیزا رو باید همه کس داند. وقتی که شما اینجا آمدید تایید در تاجیکستان در هر ناحیه یک مکتب عالی. و چی در کار است؟ اون مکتب عالی ما معلومات میگیرد که همون معلومات خرانت است. وقتی که معلومات شما رو خرانت باید چی در کار است؟ بله باز هم همان باید معموله که توانا بود، هر کی دانا بود. دانش حقوقی ضرور است. دخترم گپتون درست. بله برای همون در همون صدا کنده شده می آید.
پیش ما گروه چی کار میکنه معلومات اولی چی میگه برای اون که معلومات خرانته وقتی که اون معلومات نمیخوانه به یک کاغذ برای یک جای دور پرتو ما همین چیزا رو باید همه کس فهمه محترم همین چیزا رو باید در این پروگراماتون شما فهمونه اما حکومت دارایی که گوش میکنن التماس به همین چیزا اهمیت ده بله درست من در کردم شما رو برادر ملت شما هست برادران شما یک کمبودی تاجیکستان در همین بودی که همین زبان روسی را بند بردن اصلا مردم همش همین جمعی وقتی همین چیزا رو به نظر گرفته همون زمان روسی را بند بردن هم تو کردن که یکان رو زمان نماندن دوشنبه انا برای همون مردم روسی را ندونه وقتی که اومد بسیار کار بارشان قطید پولیس نقفتش نمیتوند که همون پولیس فهمانده نمیتوند پولیس که دید که گپ زدن نمیتوند از این استفاده برده بعد انا حقوق ویران کنی برای او هیچی نیست اگر پلیس تاجیک باشد هم نمیتواند چون که حقوق ویران پلیس تاجیک باشد هم نمیتواند بیان کرده چون که خزینه لغوی زبانی خودش هم اولا کم بعدا قانون اگر شکسته شده باشد چی هم گفته میتوانی بر پلیس چون که وای حق است خب خیلی علاقه ضعیف است صدا کنده شده می آید و خوب بود اگر گوش میکردیم به هر حال سالتان بالاتر که هست دانشتان وسیع‌تر است در این بابت اما علاقه که ناساز بود کنده شده ایستاده است به همین خاطر هم نوبت رو بر نفر دیگر واگذاریم چون فرصت برنامه کم مانده ببینید صدا تماما و از درون یگان خالیگاه واکوم می آید مناسب شد نوبت بر شما است سلام علیکم اپای سویمه سلامی خود را به هر یک بیننده شما میرسونم اپا جان امی کم ترک برنامه شما رو گوش کردم و 100% مردم تاجیکستان ما غلط فکر میکنن و فکری غلط دارن برای اون که باید فکر میکنن که در دولت های اروپایی آمده قینی میکنه زبان خارجی به ویها و سطح دانش ما از هر یک مهاجری که به همین اروپا میاد بالاتر است از هر یک مهاجری که به اروپا میاد من خودم که در نروژ زندگی میکنم و مطمئنم که هر تاجیکی که در همین نروژ است هر کدامش خوبتر و بهتر گپ میزنه به زبان خارجی و هر کورسی زبان نروژ را داشته انگلیسی است زبان انگلیسی از نروژی است و من خوبم نمیدونستم انگلیسی وقتی که در همین دولت که میای ما چرا اهمیت دادیم که در روسیه وقتی که تاجیکان ما میروند و گرد و اطراف کجایی که نروند هر یک تاجیکی است و زبان رو آموختن قین است و در دولت اروپایی که آمده در اینجا تاجیک کم است بیشتر و زودتر یاد میگیرن زبان خارجی را و این مردم اروپا حرمتشان از مردم روسیه بهتر است هم پلیسش هم مردمش و چیزی را که نفهمی میفهمونند و جمشید روشن نمیگن شما را در این روسیه باشد این حکومت سیاست حکومت دیکتاتوری رحمانوف است که ما تا چی درجه را پس شدگیم ای مردم یاد نبرورین که در کدام دولت رفتن تاجیک نامبردارای با خدا قسم میگم در کجای میرن زیر پات میزنن تاجیکایی که در پاکستان کلان شدن تاجیکایی در افغانستان تاجیکایی که در تمام کشورها هستن یاردم خودش را میرسونن و یگان نامتون جمشید روشن نمیگن تاجیک گفته در اینجا حرمت یا از همه واقف باشند هرگز جمشید روشن نمیگویند بله برای که این حکومت دیکتاتوری رحمانوف در روسیه خود سیاست همین طور است خود سیاست من همین فکر من در روسیه بودم خود سیاست همین طور است که باید مشکلی کنن زیر مردم ما که مردم ما گپ زدن نتونن از حقیقت دفاع کردن نتونن و تا چقدر که من میدونم در دولت های اروپایی در دوره چین و در امریکا هر سال کوتا ها داده می شود از طرف مکتب ها و یا کی می آیند هر یک همو در وظیفه ها شدگیان هوایا می آیند و خیش تبار هوایا یگان آدمی که کم بغل یا آدمی چی نمی آید از طرف حکومت آمده
پولی ما و شما را خورده در اینجا میآموزند زبان و علم. شما در آن تاجیکستان با پول خودتان داخل میشین و علمی تا اون درجه اروپا و دیگر دولت ها دیگر کشورها شما گرفتن نمیتونید. سلامت باشین اپای سایما. بله تعلیم هم کهنه است که این گرفتهشان کار نمی آید امروز با زمان. بله من برای که چند دولت که دیدم هر یک دانشگاهی که تاجیک در اونجا میخوند یا بچه کدام وزیری است یا نبیره کدام وزیری است یا خویشاوند کدام وزیری است، یگان آدم عادی و آدم کمبغل من دیدم که نخواند در دولت های اروپا. سلامت باشین. تشکر. پرمحتوا بود. اما میخوانند دانش میگیرند باز هم میآیند جایگزین همان جای تیاری تقا میشوند، پدر و بابا میشوند. جسمینه اینجا طریق واتساپ زنگ زدن به فکرم نشد با لینک اینجا وارد شده. مرحمت گوش میکنم خواهر جان. بله الو صدا می رود؟ بله صدا می آید، فقط بلندتر حرف می زده. بخشش کلان یک کفتر دیگر صحبت داشتم. خط علاقه ناساز بود. بله در برای همین خارجه اپا شما یک سوال دادید در برای چیز کفترش جواب بدم. خب در خارجه مثل که گفتم هیچ کس هر کس به هر کس خوردار نیست. یعنی اینجا همین قدر مسلمان ها فرو شده هستند که هر کس بله البته یک بار اول اونها میبینن اونها کمتر حیران میشوند که ما برای چی رو مو میبندیم، برای چی حجاب میپوشیم، برای چی اینطور رفتار میکنیم، اونها حیران میشوند. اما بعدا اونها اگر که با اونها صحبت کنی یا یک کمتر اونها را فهمانی چیز کنی، اونها با تو دوست میشوند و همینطور دیگر عادت میکنه به اونها. در اروپا اگر که خواهی که زندگی کنی اینجا باید بار اول بیایی که کار کنی، زندگی کنی، قبولی اینجا را داشته باشی. برای اول شما باید زبان بخونین. زبان را که خواندین میگن اگزامین میگوین یک امتحان بسپاره. بله بعدا چیز میکنین کار اجازه کاریاتون میبراید، بعدا کار میکنین، بعد خونه و در زندگی دیگر از قفا اینها آیسته آیسته دوام میگیرین. یعنی نماد ظاهری آنقدر اونجا اعتبار جدی طلب نمیکنن، اعتبار جدی بر نماد ظاهری داده نمیشود. از صدایتان معلوم است که خواننده مکتب هستید، همین در نورس هستید؟ بله در مکتب میانه میخوانید؟ در اینجا میگویم صنف یکمی لیسه میخوانم، یعنی بعد در تاجیکستان صنف نهم بودم. خب انا یعنی صنف نهم شدن بعدا صنف یکم شدن در مکتب دیگر، همین خیلی میشود؟ بله در اینجا سه مکتب میخوانی. یعنی اول میگم یعنی اول از صنف یکی تا هشتم، از در صنف هشتم اخیرانش یک اگزامین کلان میسپاری. بعدا 4 سال یا 5 سال در کالج یا لیسه یگانجا تکنیکوم داخل میشوید. بعد این مکتب عالی دانشگاه. بسیار خوب. پس نیمه عمر انسان در آموزش میگذرد. بله خیلی خوب است، خیلی خوب است. پس در یک کشور دموکراتی باید که بر پوشش انسان یگان اعتبار جدی داده نشود، اعتراض نسبت آن نباشد. کشور ما هم دموکراتی است، اما متاسفانه چنین نیست، هرگز چنین نیست. خب بهترین بود و من خرسند هستم که پیوسته کوشش کردید. به هر حال گفتید آنچه گفتن میخواستید در برنامه ما. بخشه پجا همجا ده سخن دیگه بگم بعد ما بیرون میشم. ما گفتنی هستم که نگاه کنیم، ما در تاجیکستان با ترسو زندگی کردگی همچنین داری ممکن همی موبایل دیپلماتی همی جناب پرزیدنت همون امامعلی خطی همی پوتین چی داره که مقصد یورای داری سوابودا نتین همی تاجیک مردم هست سوابودشون نتین که بعد
یا اگر بتونن که تاری آزادی و مقصد هر یک کار بکنه و همینجا هم ترسیده میگردیم بخ همین در این جنگل و جنگل یا میبرن میزنن مون به خدا قسم برای اوقات که دو بچه در اومدم ده سه بچه گفتن که ایجا اوقات نمیتن تاجیکو گفتن در 3 روزه ما را اوقات ندادستن من گفتم بیا من همین سر میکنم همین کار اوقات هم میگم بیارین هم مقصد یک گپ سخت میقپم شما پشتی ما بخیزین مقصد اوقات هم پرودوکت هم بتن گفتن مالی من خواستم کار سر کردم به خدا قسم اپا و سرازه بس کردن مقصد مرا تو تماشا دارن اوجا خندیده سن مرا بردن محکم کم کاری کردم که اما عدلشون چپا و رسکم شتم خوردم زدم همه کسا زدنم خیلی کردم نکردم اوجا بر اومدم هم بچه گفتم که مقصد این ای کاری شما بزه باکی شما مرا نترم من بیم چه پریدو کارچی من گفتم شما مرا نترم مونده نکیم در اینجا یکی اصلش باید اینجا همه کسا گپ میزدیم برای من نه اومدم این همی 1 ساعت نشده من همی عدل اومدم ولی من شکم سره من به خاطر شما مقصد من خواستم که شکم شما گشنه من شما را فکر کنم من دباشم همی شاید تا سر میتونستم خیلی ایش مالی همچنانی که ما اگر با اروپا بیاییم ایتاری او گپ پرزیدنت اروپا و پرزیدنت ایو را گوش نمیکنه که ما ببینیم آزادی و چیا را ببینیم اگر قدر چی را ببینیم اوجه رنگ شما واری میخیزیم مبارزه میبریم با همون خاطر ما را همچنان همی دولت ها چی کردیستن که او دولت برای مقصد هم خیلی گپ ها هسته تا فقط روسیه این دولت ها داد وابشه گپ چپش نیسته که مقصد ما ایتاری آزادی ایجا را ببینیم بعد ممکن ما مقصد ایتاری ببینیم این دیکتاتورا دیگه نینویدید بکنیم تو اینقدر آزادی را میبینیم اینقدر مقصد چیزای نو و نو میبینی این جمعی های این روسیه در جوگشته این چی را نمیبینی با میره سر خم با همون رنگ زندان وری با تاجیکستان ده زندگی میکنیم هم پشانه با تاجیکستان میزند ولی نفگانی که نمیبینید زندگی همین با دست گفته زندگی میکنند اما من باور دارم که همه آن نفرانی که در اروپایند دیگر در وطن خود تاجیکستان امکان زندگی کردن ندارند دیگر ذهن آنها دیگر مفکوره آنها فهمیش آنها نمیبردارد آن حقوق پایمال شده های تاجیکی را من 100% جانب دارم آن که شما گفتید تاجیکان ما یکدیگر را چه دستگیری نداریم کتف و کتف هم دست و دست همدیگر را دستگیری نمی کنیم تو را گزد مرا چه هم گفته یک طرف کشتی را آب زیر کرده ایستاده است در طرف دیگرش برآمده می ایستیم همین است که یکی از سبب ها اگر کار نکردن کارمندان سمت حقوق باشد کارمندان سفارت باشد دیگر سمت خود ما هم هستیم اگر 1-2 بار روزها بینند که تاجیکان طرف یکدیگر را گرفته برای یکدیگر سر بالا میکنند کمی احتراس آنها را فرا میگیرد میترسند کمی آرام میشوند از تحقیر کردن باز میستند کمترک خب یک پدر در 6 روزی هفته کار میکند روزی هفتم خسته میشود میخواهد در خانه بماند نبراید به کوچه چون که کوچه هم به دل آدم میزند خصوصا وقتی که سال آدم بالاتر میرود و پدر میخواهد تماما به کوچه نمراید اما پسرش میآید زاره میکند که پدر همراه من به سیاحت برو آنگاه پدر یک روزنامه گازیت خوانده ایستاده بود گازیت را میگیرد و میبیند که صورت خریطه هست همون صورت خریطه را قیچی میکند 5-6 پاره میکند و دست پسرش جمع کرده میدهد میگوید گیر پسرم اگر همین خریطه را جابجا گذاری کشورها را من همراه تو به کوچه میبرایم بگیر رو کنی جابجا کرده بیا پسرک میبرد باید شیرش کند یعنی کلی کند خریطه را جابجای خود میبرد خریطه را در 1.5 ساعت اجرا کرده میبیارد پدر در حیرت میماند چون که پدر میدانست که یگان جغرافی شناس یگان تاریخ شناس خوب هم اینقدر جابجا گذاشته نمیتوانست دشوار بود و تیتو پاره کرده بود
بعد میگوید چگونه توانستی که یک کودک کوچک دولت ها را همگی جابجا کنی که یک نیمکره زمین، یک خریطه را گلوبوس باید شاید گلوبوس باشد جابجا کنی. پسرک میگوید که پدر، در پشت همین صورت خریطه عکس آدم بود، من عکس انسان بود، عکس انسان را جابجا گذاشتم. منطق از این حادثه چیست؟ اگر انسانیت در جایش باشد، انسانیت کاملا از همه جهت آباد باشد و احترام بر حقوق او بودن او گذاشته شود، آنگاه کره زمین هم اهل است، جابجا است، کشورها هم جابجا هستند. اگر انسانیت، نسبت انسانیت احترام سزاوار قائل شده باشه، پس در یگان گوشه دنیا یگان پارچه شوی و تیتو پریشان شوی، پراکنده شوی دیدن نمی شود. خب خیلی حرف زدیم. من به شما وعده داده بودم که یک فرصت فرهنگی تقدیم میکنیم. یک شعرک آماده کردیم به خاطر مهاجرانی که این دم در روسیه هستند، چون که عذاب آنها بیشتر است. مرحمت گوش میکنیم. در روسیه هم کار باریدگی نیست، عذابش به کسی فاریدگی نیست. کی میداند بغم که دیدگی نیست، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. هزار و یک مشکل پای هم دارد، شهر خودش نیکی سری خم دارد. مگو مردک شد می یا بد بیارد، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. میخواهد سرجمعی کاملش را، می اندیشد زن فرد زن منزلش را. کی میدانید آرمان دلش را، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. تلاش بسیار ندارد غریب، بر دیگران کار ندارد غریب. سه چهار تنگه یافته بیارد غریب، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. رنگی سر و تنش پریدگی است، پای افزالش کهنه دریدگی است. با فرزندش پاپوش خریدگی است، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. جگر و دیگران دیگرند، سویش آدم بر این نمی نگرند. حق حلالش را گاها می برند، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. بیچاره خواستار مال بسیار نیست، روزش گذرد زیادی در کار نیست. آخر چی کار کند؟ در وطن کار نیست، در مهاجرت پول کاریدگی نیست. تقدیر میگوییم، بالای تقدیر میمانیم، اما تقدیر خود را قدر کردن است. از کلمه قدر است. خودتان را قدر کنید، بر قدر خود برسید، بعدا برای خود یک جایگاه سازید، برای خود یک شرایط فراهم آورید، بعد گوید تقدیر است اکنون. اما بر حکم نابسامانی ها، بر حکم بی‌حقوقی ها خود را گرفتار کردن و بعدا بر گریبان تقدیر عیب گذاشتن البته که نادرست است. برنامه پرنده های مهاجر بود و موضوع دامنه‌دار بود. شاید باز هم در این موضوع برگشته برنامه دیگر آماده کردن توانیم. باز کدام موضوع ها را شما میخواهید در این برنامه گوش کنید، میتوانید در پیامک های من بعد زیر نوار نویسید.
ما البته پیگیری میکنیم و خواهش شما را اجرا میکنیم. همه اونها که در برنامه اشتراک کردید بر شما تشکر زیاد میگویم. کما غم دنیا را ندیده باشید و در همینجا برنامه را خاتمه میبخشیم. در پناه پاک سبحان کریم شاد باشید ای عزیزان حلیم. خیر.